صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. راستی وقتی که به بهشت بروی، در آنجا افرادی را خواهی دید که باعث شگفتی شما شده و چه بسا مات و مبهوت خواهی شد که چگونه این افرادی که انتظارش را نداشتی جزو برگزیدگان خدایند و در ملکوت الهی جا گرفته‌اند. اما بهتر از شگفت زده نشوی و حتی متعجب هم نشی، چون وقتی آنها نیز تو را در آنجا ببینند حیران میشوند که تو در بهشت چه میکنی؟ راستی دوستان عزیز، بهشت از آن کیست؟ و آیا هرگز در این فکر بوده اید که مثلا من به بهشت میروم؟ آیا این اطمینان را داری که حتما پس از مرگ وارد ملکوت خدا میشوید و در بهشت جا خواهی داشت؟ چندی پیش با هموطنی صحبت میکردم و از مسائل اجتماعی کم کم رشته گفتارمان به مطالب روحانی کشید و سوال پیش آمد که راستی بهشت از آن کیست؟ او به من گفت بهشت ای بابا مال همه است و زندگی همین 60-70 سال اولش مشکله، بعد از آن همه چیز برای همه انشاءالله به خیریت تمام میشه و از همه مهمتر چون خدای رحمان و رحیمه، خدا مهربانه، مسلماً نمیگذاره که حتی یکی از بنده هاشم از بهشت و نعمات آن محروم شود. و سپس گفت مگر نمیدانی که بازگشت همه به سوی خداست؟ اعتماد و ایمان به زندگی پس از مرگ و اینکه بدون هیچ شک و تردیدی در ملکوت خدا قرار گرفتن نعمتی است آسمانی. ولی از کجا شخص حقیقتاً بداند که وارد ملکوت خدا شده و پس از مرگ به بهشت می رود؟ چه تضمینی این هموطن عزیز در اختیار داشت؟ هیچی. و آنانی که ادعا می کنند که به بهشت می روند، آنان چه تضمینی دارند و چه چیزی به آنها این اعتماد را می بخشد؟ راستی اساس اعتماد شما به این که به بهشت می روید بر روی چه چیزی قرار گرفته است؟ در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات استادمان عیسی مسیح متوجه می شویم که برخلاف عقیده این هموطن عزیز همه انسانها به بهشت نخواهند رفت. اتفاقاً برعکس، عده بسیاری از آن محروم خواهند شد و اگرچه خداوند خدای رحمان و رحیم و بخشنده و مهربان است، اما هرگز محبت او بر عدالتش خدشه‌ای وارد نمی کند و عدل او که گناهکاران را جزا و نیکوکاران را پاداش دهد عملی خواهد شد. و عزیزان، من و شما که در این دنیا تلاش می کنیم که اعتماد ورود به ملکوت خدا را کسب کنیم، باید هوشیار باشیم که مبادا خدای نکرده اعتماد واهی داشته و از عطایای خدا محروم شویم و جز آن اکثریتی باشیم که در راه وسیع قدم برمی‌دارند که انتهایش به موت ابدی می باشد. در فصل 13 از انجیل مقدس به قلم متی رسول، عیسی مسیح
7 مثل را درباره ملکوت خدا یا بهشت بیان می‌دارد که در هر کدام از این مثل‌ها اسرار آسمانی بر ما مکشوف میشه و مشخصات و شرایط قلمرو الهی را برای ما بازگو میکنه که ما را در درک این واقعیت که آیا به بهشت خواهیم رفت یا نه یاری میدهد. از مثل برزگر برای بیان عکس‌العمل مردم نسبت به پذیرش کلام خدا استفاده می کند و از مثل دانه‌های تلخ ما را متوجه حضور فعال اهریمن و یارانش در این عالم می نماید که در برنامه گذشته مفصلاً در مورد قدرت شیطان در این جهان صحبت کردیم. حالا اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می‌کنیم که آن را به فصل 13 انجیل متی بگشایید تا بقیه مثال‌هایی که عیسی مسیح درباره ملکوت خدا بیان کرده است توجه کنیم، این آیات را بخونیم و از خداوند بخواهیم که ما را در درک آن یاری بدهد. زیرا در این مثال هاست که می‌توانیم راهگشای اعتماد به ملکوت خدا بیابیم. یعنی توسط این مثالا می توانیم متوجه بشیم که آیا واقعا به بهشت می رویم یا نه. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. گوش کنید به کلام خدا. می فرماید و عیسی بار دیگر مثلی برای آنان زده گفت ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است که شخصی گرفته در مزرعه خیش کاشت و هرچند از سایر دانه ها کوچکتر است ولی چون نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود، به طوری که مرغان هوا آمده در شاخهایش آشیانه می گیرند. عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا به جماعتی که دورش جمع شده بودند و رسولانش می گوید دانه خردل از کوچکترین بذر محسوب میشه. لااقل در زمان مسیح مردم آن دیار دانه خردل را کوچکترین بذر می دانستند. مسیح می گوید کلام خدا هر چقدر هم شخص کم شنیده باشه، منتها با ایمان آن را پذیرفته باشه، در او آنچنان مؤثر واقع میشه و عالم معنویت بر روی او طوری باز میشه که در حقایق الهی رشد و نمو میکنه و همانند درختی خواهد بود که باعث برکت و مایه خیر برای دیگران میشود. همچنین مثل افرادی را به ما معرفی میکنه که ممکنه هیچ موقعیت و این افتخار را نداشته باشند که در کلام خدا مطالعه کنند، تفکر و تعمق کنند و یا به کلیساها بروند و کلام خدا را بشنوند و به قول معروف غذای روح رو دریافت کنند، ولی یک بار کلام رو میشنوند و یا مطالب بسیار جزئی در مورد مسیحیت و عیسی مسیح میخونند و آن را میپذیرند، قبول میکنن، میبینن که این مطلب در مورد مسیح واقعی است و آن را با ایمان میپذیرن و از آن دور نمیشوند. این چنین اشخاص هرچند اطلاعات زیادی از بقیه زندگی عیسی مسیح نداشته باشند و یا دانششون در مورد علم الهی مسیحیت زیاد نباشه، ولی به خاطر اینکه حتی یک ذره از کلام خدا را با ایمان پذیرفتن و مطابق آن زندگی میکنن، در دل و زندگی خودشون جا دادن، کلام خداوند میگه که هر چقدر هم کوچیک باشه مثل دانه خردل، در قلب اگر جا داشته باشه و شخص به آن اطمینان کامل و ایمان کامل داشته باشد، رشد میکنه، به طوری که نه فقط خودش برکت میابه، نه فقط خودش یک شخصیت مفیدی میشه و وارد ملکوت خدا میشه، بلکه باعث خیر دیگران نیز میشه، دیگران را هم یاری میده، باعث برکت دیگران میشود. سپس عیسی مسیح مثل دیگری را بیان میکنه. میفرماید ملکوت خدا مانند خمیرمایه‌ای است که زنی آن را بر می دارد و با 3 پیمان آرد مخلوط میکنه تا تمام خمیر ور بیاید. دوستان عزیز، این مثل نفوذ و اثر کلام خدا را به قالب مردم اون رو تعبیر میکنن که در اجتماع بیان میکنه و نشان میدهد که هر جا که پیام ملکوت الهی پذیرفته شود، آن مکان و منطقه و خانواده و اجتماع را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. مکانی که کلام خدا را بپذیرند، در آنجا قدرت خدا آشکار میشه. چرا؟ چون کلام خدا همیشه همراه قدرت الهیه و این قدرت الهی در زندگی اشخاص نفوذ میکنه و انسانها را تغییر میدهد. میگه مثل خمیرمایه میمانه که هرچند خیلی کوچیکه ولی تمام خمیر را چی میکنه؟ تخمیر میکنه، یعنی مورد نفوذ قرار میده، تحت تاثیر خودش قرار میده.
هر جایی که کلام خداوند در قلب انسانها قرار بگیرد، نه فقط آن شخص را عوض میکنه بلکه اجتماعشان را عوض میکند. یک ذره خمیرمایه که با خمیر تازه مخلوط شود همه خمیر را مخمر میکنه و آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. به همین نحو هر جا که کلام خدا بیان شود، چون دارای قدرت، آنجا را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. کلام خدا بی حاصل هرگز برنمیگردد. خود خدا این را گفته. در تورات مقدس میخوانیم که خدا میگوید کلامی که من میگویم هرگز بی ثمر برنمیگردد. این وعده خداست. و اما از آیه 44 عیسی مسیح ملکوت خدا را در 3 مثل دیگر تشریح میکند. میگوید و ملکوت آسمان گنجی را ماند مخفی شده در زمین که شخصی آن را یافته و پنهانش میکند و از خوشی رفته آنچه را داشت فروخت و آن زمین را خرید. در این آیه می‌بینیم که عیسی مسیح میگوید سلطنت الهی مثل گنجی است که مردی آن را در یک مزرعه پیدا میکنه، ولی او دوباره گنج رو پنهان میکنه و از ذوق صاحب آن شدن، از ذوق این که بره اینو تصاحب کنه، هر چی داره هستیش رو میفروشه و میاد اون مزرعه رو میخره تا چی؟ صاحب آن گنج بشه. در این مثل گنجینه به معنی اسرائیل است و زمین به معنی جهان است و آن مرد که زمین رو یا گنج رو پیدا میکنه همان عیسی و ماشیه می باشد که خود را فدا کرد تا این قوم را به سوی خداوند بیاورد. بعضی ها اشتباهاً میگویند که گنجینه به معنی کلام خداست، خبر خوش الهی برای بشر. ولی باید گفت که اولا کلام خدا، انجیل مقدس که مژده الهی است، هیچ وقت پنهان نیست و متعلق به یک نفر نیست، بلکه آشکارا در تمام جهان بیان میشه و در ثانی هیچ کس نمیتواند بهایی برای آن بپردازد. هیچ کس نمیتونه کلام خدا را، مژده الهی را بخرد، بلکه عطیه است از جانب خدا. نجات عطیه خداست برای هر کس که ایمان آورد. و عیسی مسیح با بیان این مثل میخواد به اسرائیلی ها و شاگردانش که یهودی بودند ثابت کنه که آنان چقدر برای خدا عزیز هستند، که برای همین بود خداوند عیسی را فرستاد تا در میانشان زندگی کنه و برای آنها نمونه و مثل باشه و حتی جان خود را فدای گناهان آنان کنه تا آنان را دوباره به سوی خدا باز آورد. اما در آیه 45 عیسی مسیح می‌فرماید ملکوت آسمان مثل تاجری است که جویای مرواریدهای خوب باشه و چون یک مروارید گرانبها یافت، رفت و مایملک خود را فروخته آن را خرید. در مورد تعبیر این مثل میتوان گفت که بازگو کننده ارزش انسان در چشم خدا می باشد و نشان می‌دهد که خداوند ما را بی اندازه دوست دارد. مرواریدهای گرانبها انسان هستند که به اشرف مخلوقات نیز مسما می باشد و آن بازرگان در اینجا به معنی نجات دهنده یا عیسی مسیح است که برای آوردن انسان به ملکوت خدا و یا یافتن انسان گناهکار جلال و شکوه خود را ترک کرده و همه جان و هستی خود را فدا می کند تا انسان گم شده را بجوید و نجات بخشد تا آن مروارید گرانبها را دوباره صاحب شود. دوستان عزیز، بر اثر اینکه انسان گناه کرد ما از حضور خدا دور شدیم، دیگر به خدا تعلق نداریم، بلکه شیطان صاحب ماست. چرا؟ چون ما را در گناه اسیر ساخته. ولی اینجا میبینیم که بازرگان یا عیسی مسیح میآید تا ما را دوباره از آن خود کند. او به جهان آمد و انسانی که در گناه اسیر شده و از راه راستی منحرف شده و گم شده بود را میابه و برای اینکه او را مجدداً بیابد و یا بهتر بگویم برای اینکه صاحب انسان خاطی شود، جان خود را، هستی خود را فدا می کند. کلام خدا می گوید لیکن خدا جهانیان را اینقدر دوست دارد و اینقدر محبت می کند که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. خود عیسی مسیح گفت که من آمدم تا گم شده را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم.
ما انسان ها دوستان عزیز کلام خداوند نشون میده که در نظر خدا بسیار عزیز و گرانبها هستیم. گرانبهاترین مروارید هستیم که از حضور او گریزان شده ایم و چون گم شده ایم نمیتوانیم خودمون رو نجات بدیم. گمراه هستیم و برگشت ما با قدرت خودمون میسر نیست. یعنی توسط اعمال خودمون نمیتونیم خودمون رو مجددا به خدا برسونیم، چون در گناه غرق شدیم و ذاتمون در گناه آلوده شده است. اما خدا عیسی مسیح را فرستاد تا ما را دوباره به آن مقام اولی خود برگرداند و برای این کار او حاضر شد جانش را فدا کند، کفاره گناهان ما را بپردازد. او بهایی بس بزرگ داد تا ما را نجات دهد. در رساله به افسوسیان فصل 2 آیه 10 در این مورد می‌خوانیم: این خداست که ما را از سر نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است. زیرا از هزاران سال پیش نقشه خدا این بود که این زندگی جدید را به ما بدهد تا آن را صرف خدمت دیگران کنیم. و مقصود از زندگی جدید همان وارد ملکوت خدا شدن است. بله دوست من، شما در چشم خدا بسیار عزیزی و این عزیز بودنت به خاطر سواد و یا ثروتت و یا به خاطر مذهبت نیست، به خاطر شغل و مقامت هم نیست، به خاطر خوبی ها و صفاتت هم نیست. اتفاقا تمام خوبی ها و نیکویایی که ما انسان ها در نظر خدا کرده ایم از نظر خدا گناه محسوب میشه، آغشته به گناه است. خدا در ما چیز پاکی نمیبینه. میگه کارهای نیک انسان مثل پارچه کثیفی است. خدا ما را به خاطر آنچه که هستیم دوست دارد. از گناهانمان بیزاره، از حرفایی که میزنیم اینا خرسنده، از اعمالی که انجام میدهیم خوشش نمیاد، اما خود ما را دوست دارد. مثل پدری است که به فرزندی که عشق می‌ورزه، دوست داره، میبینی که دزدی کرده و او را رسوا ساخته، با این حال میگوید ای فرزندم بیا، من تو را دوست دارم، ولی از عملی که انجام داده‌ای بیزارم. و دوستان عزیز، دعوت عیسی مسیح، دعوت انجیل فقط همینه که بیایید محبت خدا را بچشید، بیایید و بچشید که خداوند نیکوست، رحمت و فیض او را نصیب خودت کنید، با گناهانتون بیایید، چون فقط خداوندی که میتونه شما را ببخشه. از آیه 45 عیسی مسیح آخرین مسئله خود را درباره ملکوت خدا بیان می‌دارد و مکاشفه بیشتری در مورد قلمرو آسمانی به عاشقان حق عطا می‌کند. می‌فرماید ملکوت خدا مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته آنها را در کوره‌ای مشتعل می اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشاردن وجود دارد. عیسی از شاگردان پرسید آیا این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند آری. عیسی به آنان فرمود پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد، مانند صاحب خانه است که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می آورد. در این مثل نیز دوستان عزیز موضوع بسیار آشکاره. دریا نشان این جهان است و ماهی ها به انسان ها تعبیر شدند. ماهی علامت روز آخر است و جدا کردن ماهیان به معنی داوری خدا بر انسان هاست. عیسی مسیح میگوید در پایان جهان اینطور خواهد بود. نجات یافتگان در ملکوت الهی با خدا تا ابدالآباد خواهند بود، اما گناهکاران در ظلمت و در کوره آتش خواهند افتاد، جایی که درد و عذاب جاودانی برقرار است. به عبارت دیگر عیسی مسیح میگوید در ملکوت الهی داوری خدا برقرار میشه. در اجتماعی که زندگی میکنیم هم نیکان و مقدسان و بدان همه قاطعن، ولی روزی خواهد رسید که خداوند میآید عادلان را از شریران جدا میکند
درست مثل این ماهیگیران که ماهیایی که مفید هستند کنار میگذارن و آنانی که بی مصرفن آنها را پرت میکنه. اشاره به داوری خدا در ملکوت الهی میکند. به عبارت دیگر خدا در آنجا حکمرانی میکند. در آیه 51 و 52 عیسی مسیح مستقیما از شاگردان خود سوال میکند که آیا مقصود مثلهای او را فهمیدند؟ آنان میگویند که بله. سپس عیسی مسیح میگوید شما که اکنون شاگرد من هستید معلمین کلام خدا هستید که هم از تورات آگاهی دارید و هم انجیل. پس هر دو را باید به مردم تعلیم بدهید. دوستان عزیز، وظیفه‌ای که عیسی مسیح به شاگردانش میدهد این بود که کلام را به مردم تعلیم بدهند. وظیفه ما نیز بیان تمامی گفتار خداست، چه به انبیای اسبق داده و چه در عیسی مسیح بر ما آشکار شده. این دستور عیسی مسیح است که ما شما را با تمام کلام خدا آشنا کنیم و با کمک خدا این کار را خواهیم کرد و برای همین است که ما کتاب مقدس را یعنی هم تورات و هم انجیل یا هم عهد عتیق و هم عهد جدید را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهیم و از رادیو پخش می‌کنیم تا کسانی که نمی‌تونن اونو بخونن لااقل بشنون، زیرا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. از آیه 53 الی 58 که پایان بخش فصل 13 انجیل متی است، عکس العمل مردم را در برابر تعلیمات عیسی بیان می‌کند. زیرا در کلمات عیسی مسیح قدرتی بود که همه را مجذوب خود می‌ساخت و سبب می‌شد که مردم از خود بپرسند که این کیست که این چنین جذابیت و قدرتی در کلام خودش داره. به عبارت دیگر خدا در گفتار عیسی مسیح قدرتش را آشکار می‌کرد. گوش کنید به آیات کلام خدا. می‌فرماید و چون عیسی مسیح این مثلها را به اتمام رسانید از آن موضع روانه شد و به سوی ناصره رفت و چون به موطن خیش آمد مردم را در کنیسه تعلیم داد به قسمی که همه متعجب شده گفتند از کجا این شخص چنین حکمت و معجزات را به هم رسانیده است؟ آیا او پسر نجار نمی باشد و آیا مادرش مریم نامی نیست و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا و همه خواهرانش نزد ما نمی باشند؟ پس این همه قدرت را از کجا به هم رسانیده؟ و در باره او لغزش خوردن. لیکن عیسی به ایشان گفت نبی بی حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خیش. نبی بی حرمت نباشد مگر در وطن و خانه خیش. و به سبب بی ایمانیشان معجزه بسیاری در آنجا ظاهر نساخت. در این آیات می‌بینیم که عیسی مسیح به سوی ناصره، جایی که بزرگ شده بود، میره و در شهر ناصره همه خانواده او را میشناختند. او وارد کنیسه یا عبادتگاه یهودیان میشه. تمام مردم شهر هم عیسی را میشناختند و هم خانوادهشون. از تورات مقدس آنها را تعلیم میده. مردم وقتی حکمت او را در بیان کلام خدا میبینن و شاهد معجزات او بودن در شگفت میفتن. با خود میگن که چطور ممکنه او صاحب این همه حکمت و قدرت باشه؟ او پسر یک نجاره، برادراش میشناسیم، این چیزها را از کجا یاد گرفته؟ مردم چون میدانستن که او از خانواده فقیریه توجهی به حرفای عیسی مسیح نکردند. آن وقت عیسی مسیح به آنان گفت که یک پیغمبر در همه جا مورد احترام مردم جز در وطن خود و بین مردم خیش. دقت کنید میگوید عیسی به علت بی ایمانی آنان معجزات زیادی در آنجا آشکار نکرد. دوستان عزیز، همیشه بین ایمان اشخاص و ظهور قدرت خدا یک رابطه مستقیمی وجود دارد. اگر ایمان نداشته باشیم نباید انتظار ظهور معجزه الهی داشته باشیم. در جاهای قبل هر وقت مریضی وقتی با ایمان به حضور عیسی مسیح می آمد شفا از مسیح می گرفت. صدها معجزه مسیح در شهرهای مختلف آشکار شده بود. چرا؟ چون مردمی که محتاج شفا بودن با ایمان به مسیح نزدش می آمدن، ایمان به او داشتن. اما در شهر ناصره مردم او را نمی پذیرن و ایمان نمی آورن، حتی او را تحقیر می کنن و در نتیجه معجزه هم در آنجا به وقوع نمی پیوندد. و ای عزیزان، امروز نیز عیسی مسیح می تواند
در زندگی ما معجزه کنه. چرا؟ اون زنده است و همون قدرت خدا را در اختیار داره، در حضور خداست، در حضور خدا برای همه شفاعت میکنه. بنابراین میتونه برای من و شما نیز امروز کار کنه و هر مسیحی میتواند صادقانه شهادت دهد که مسیح در زندگیش معجزه کرده، اما اساس آن ایمان بوده است، ایمانی که شک و تردید در آن هرگز راهی نیافته. اگر امروز شما طالب تجربه کردن قدرت خدا و معجزه الهی هستید، اگر واقعا میخواهید حقیقت را بفهمید، دعا کنید و با ایمان بدون شک و تردید به درگاه مسیح زنده بیایید تا او خویشتن را به شما آشکار سازد. او برای من معجزه کرد، مرا که اسیر گناه و شرارت بودم آزاد ساخت و صدها نامه‌ای که از شما عزیزان به دستم رسیده حاکی از این حقیقت محض که امروز عیسی مسیح برای شما معجزه کرده. خیلی از شما نوشتید که عیسی مسیح در خواب به شما ظاهر شده و یا او را در رویا دیده اید و یا شفای جسم و روح را از او دریافت کرده اید. این عیسی همان است که دیروز بود و امروز هست و تا ابدالآباد خواهد بود. او همان است، قدرتش تغییر ناپذیر و جاودانه است، محبتش هم بی انتها و ازلیه. آنچه که هست، آنچه که شرط اصلیه که معجزه را ببینیم، ایمان من و ایمان شماست. راستی آیا صاحب ایمان هستید؟ ایمانی که در آن شک و تردید نباشه؟ آیا می‌خواهید حقیقت عیسی مسیح را تجربه کنید؟ امروز روزی است که می توانید این کار را بکنید اگر با ایمان دعا کنید و به درگاهش آمده از او بخواهید این کار را بکنید. اگر واقعا طالب هستید که عیسی مسیح امروز به شما ظاهر بشه و در زندگی شما معجزه کند، پس بیایید اینطور دعا کنید. بگویید: ای عیسی مسیح زنده، ای قدوس خدا و ای منجی من، به درگاه مقدس تو آمده و از تو تمنا می کنم که بر من گناهکار و نیازمند ترحم فرما. طریق تو را نپیمودم و راه خود را برتر از راه تو دانستم، اما ای مسیح آمدم تا توبه کنم، آمدم تا راه پاک تو را بیابم، آمدم تا تو مرا پاک کنی. ای مسیح به درگاه مقدس تو آمدم، پس بر من ترحم فرما. من به تو نیاز دارم ای مسیح مقدس، من به تو نیاز دارم. نیازمند قلبی پاک هستم، نیازمند فکری پاک هستم، نیازمند صلح و آرامش هستم. من به تو نیاز دارم، نیازمند شفایم ای قدرت خدا. با خلوص نیت تمنا می کنم که خودت را در زندگیم آشکار کنی. بگذار قدرت تو را حس کنم، بگذار معجزه تو را امروز در زندگیم ملاحظه کنم. من به تو ایمان دارم و این ایمان ای خداوند از صمیم قلبم است. تمنا می کنم که این ایمان ضعیفم را تقویت کن و هر نوع شک و تردید را از من دور نما. من تسلیم تو هم. دوستان عزیز، اگر صادقانه دعا کرده باشید به سلامت بروید و منتظر آشکار شدن قدرت او باشید. او دعای ایمانداران را شنیده و میشنود و پاسخ میدهد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.